سلام بچه ها، یادتونه تو این ویدیو قول داده بودم بیام فیلم آموزش دوخت این شامیز رو بذارم. خب من مرحله اولش رو انجام داده بودم، یعنی سرشونه ها و درس های پهلو رو دوخته بودم. این ویدیوهای دوخت درز پهلو و سرشونه رو تو خیلی از ویدیوهام گذاشتم و کار بسیار ساده ایه، واسه همین دیگه تو این ویدیو تکرارش نکردم. اینجا طبق معمول چون میخوام یقه 3 سانتی گرد بدوزم و خیلی ایستاده نیست، خود حلقه لباس رو الگو قرار دادم و اینجا دارم یقم رو میبرم. بعدم لای چسبونی میکنم، چون پارچش خیلی ظریف و نازکه یه کوچولو یه ایستایی بهش بده، چون میخوام لبه هاشم چین بدوزم. بر چینش هم یه نوار باریک 3 سانتی بریدم و اینجا هم دارم چین میدم اون نوار رو. یکم چینش رو به اندازه یقه تنظیم میکنم و بعد شروع میکنم به دوختش به لبه بیرونی یقم. همونطور که میبینین چین رو میذارم رو لبه بیرونی یقه و لبه هاشم گرد میکنم که چین به سمت جلوی یقه که میاد انحنا پیدا کنه و تموم شه. اینجا هر مرحله چین رو تنظیم میکنم و نصبش میکنم به یقم. خب این مرحله که تموم بشه میریم سراغ اون یکی قسمت یقه، یعنی لای رویش. لبه پایینش رو تو میزنم به اندازه یه پایه و یه دوخت میزنم. اینجوری کار دوختم و وصل کردنش به شامیز خیلی راحت تر میشه. خب دوتا لای یقه رو اتو میکنم و سوزن میزنم و تنظیمش میکنم که ببرم زیر دوخت و در واقع لبه بیرونی یقه ها رو به هم دیگه وصل کنم. همونطور که میبینی خیلی دقیق چک میکنم که فاصله بین چین و درز بیرونی یقه به اندازه یه پایه اضافه باشه و اینجا میبینیم که دوختای بیرونی یقه رو میزنم و بعد هم دوخت داخل گودی یقه رو. خب اینجا یقه رو باز میکنم و یه اتو میزنم قسمت درز باز یقه رو که شکست دوخت ایجاد بشه و بعد هم برش میگردونم. تو کاریشو میکنم. اینجا هم چینای یقمو، یعنی چینای حلقه یقه لباس رو با یقه دوخته شده و آماده شدم تنظیم میکنم سایزش رو که فیکسش کنم. به مرحله بعد همونطور که میبینید برای دوخت شامیز رو زیر میذارم و یقه دوخته شدم و از قسمت اون درز اضافه رو میذارم و شروع میکنم به دوخت زدن حلقه شامیزم و یقه به هم. در حین دوخت همونطور که میبینیم بازم دقت میکنم چینا مرتب باشه قبل از دوخت که ناهماهنگی و یا چینهای اضافه‌ای توی دوخت ایجاد نشه. همونطور که میدونید وقتی میخوایم چین رو به یک پارچه دیگه وصل کنیم باید همش با دست اون چین رو تنظیم کنیم که تای اضافه نیفته و بعد از دوخت چینامون منظم دیده بشه. تو این مرحله یقم رو برمیگردونم داخل روی در واقع لباسم و تمام اون دوخت‌ها رو میدم داخل یقه و یه نیش تمیز و مرتب روی اون قسمت تا زده شده یقم میزنم و اینطوری یه یقه تر و تمیز و مرتب داریم.
اینجا من سعی میکنم مرحله دوخته شده و نهاییشو به شما نشون بدم. میبینید چقدر تمیز دوخت خورده، چیناش مرتب به سمت جلو که اومده قشنگ هلال پیدا کرده و اینم نتیجه دوخت یقم. بریم مرحله بعد که آستینمونه. اینجا آستینم رو رسم کردم چون میخواستم قسمت بازوش یه تیکه تور بخوره که به سبک این لباس بیاد. یه برش زدم و قسمت پایین بازوش قراره یه مقداری چین بخوره، پس اونو به اندازه عرض پارچه مستطیل و به طول آستینم برش زدم. من برای این قسمت آستینم فکر میکنم حدود 45 سانت در نظر گرفتم، در واقع به اندازه 10 سانتی بلندتر. علتش اینه که میخوام پف بایسته روی مچم. تو این مرحله تمام لبه های درز هایی که قرار دوخته بشه به طول وسط بازوم رو سردوز میکنم، قسمت های تاج آستین و پایین آستین. بعد میام اون تور رو به بازوی آستینم، قسمت بالای تاج آستین اینجا دیده میشه، دوخت میزنم. هر دوتا آستینم رو که دوخت زدم میریم سراغ پایین آستینمون و شروع کنیم با استفاده از چین شستی که قبلا آموزشش رو دیدیم. یه چند تا چین وسط در واقع آستینمون میزنیم. ببینیم اینجا وسط آستینه و شروع میکنم به چین دادن. به اندازه 7-8 تا چین میدم و بعد اگه این دوتا قسمت باز هم با هم تنظیم نبود و مثلا پایین آستینم اضافه بود، یه کوچولو نخشو میکشم که سایز بشه، که خوشبختانه الان اندازه بود این دوتا، چون من با اندازه گیری این پیلیا رو تنظیم کرده بودم. تو این مدل آستین میتونین شما چینم بدین، چین ریز، ولی اگه میخواین یه پف خوشگلی داشته باشه بهترینه که از چین شستی استفاده کنین. پف قشنگتری میده و منظم‌ترم دیده میشه. اینجا الان دوباره همون چین شستی های پایین آستین دومم رو دارم انجام میدم. بچه من این پارچم یه پارچه خیلی ظریف هندیه که روشم گلدوزی شده و من برای اینکه یه تناسبی توی اون خرج کاری که استفاده میکنم داشته باشم از تور کتون استفاده کردم. این تور کتونا با این پارچه ها خیلی با هم دیگه خوب ست میشن و خیلی هم دید زیبایی پیدا میکنن و وقتی هم که حالا شما بس کنین از زیر خیلی دید هم نداره و کارو خیلی قشنگ میکنه. اینجا مراحل دوختم رو انجام دادم و آستینام آماده شد. برای داخل آستینم که تصمیم گرفتم برای موج کش بدوزم، پس این لیفه رو بنده 3 سانت برش زدم، 2 طرفش رو سردوز کردم و الان دارم میدوزمش به داخل آستینم. وقتی که دوختم آماده شد، بچه ببینین من همه اینا رو خط کشی کردم و خیلی با فاصله دقیق دوخت میزنم. یعنی اندازه گیری کردم مثلا لبه مچم چقدر باشه که میخوام چینش در واقع بیرون بایسته و بعد این لیفه رو به داخل آستینم دوخت زدم و 2 طرفش رو هم باز میذارم که بتونم کش رد کنم. اینجا هم درز آستین رو میزنم روی هم دیگه. همونطور که میبینین لبه لیفه نباید بره توی دوخت که بشه به راحتی از توش کش رد کرد. بعد از این مرحله سردوز لبه آستینم رو میزنم که دوخت آستینم
تکمیل بشه. بعد هم تو مرحله بعد میام آستینم رو وصل میکنم به شامیزم. من مراحل وصل کردن آستین و شامیز رو تو ویدیوهای قبلم آموزش دادم، ولی بازم اگه برای شما سوالی پیش اومد میتونید بپرسید و من ببینم که اگر سوالات مشابهه دوباره یه ویدیوی دیگه برای وصل کردن آستین به حلقه آموزشی درست کنم براتون. اینا رو یه کمی رو دور تند هم گذاشتم که تکراریه دیگه. بعد از اینکه آستینم رو وصل کردم یه کچ 1 سانت به اندازه مچم اندازه میزنم و بعد از داخل این لیفه با سنج قفلی رد میکنم و بعد هم دو سر کچ رو حالا من با چرخ هم وصل کردم، بعضیم گره میزنم ولی از نظر من دوخت بخوره خیلی تمیزتر دیده میشه. بچه‌ها شاید ویدئوی این تیکه خیلی مرتب و تمیز دیده نشده باشه، چیز مهمی هم نیست. رد کردن کش از داخل لیفه با یه سنجاق قفلی انجام میشه. اینجا سر و ته کش رو با هم دیگه جفت میکنم و دوخت میزنم. آستینم هم این شکلی میشه. بریم سراغ کش دوم و همه همون مراحل رو با هم انجام میدیم. کش رو رد میکنم و اینم دوخت کشم. 2 تا دوخت میزنم روش که حسابی فیکس و محکمه. یه کوچولو از کش داخل آستین بیرون میمونه رو قسمت در که خیلی چیز مهمی هم نیست. اینم نتیجه دوخت آستینم، اتصالش به حلقه آستین. اینم قسمت تور دوخته شده و پیلیای لبه آستین. اینم مچم. من یه تورکتونم به لبه مچم دوخت زدم، به جای اینکه درزشو بزنم تو همینجوری سردوز کردم و تورکتون هم لبش دوختم. اینم لیفه و کشی که داخلش رد شده. اینم قسمت تورکتون رو بهتون نشون دادم که ببینید خیلی لیبی هم نداره. پایین لباسم هم یه لبه چین داده بودم که دارم به اونم تور میدوزم. تورکتونی که به لبه پایین لباسم میدوزم با تورکتون لبه مچم ست شده، یعنی از یک مدل گذاشتم که با هم دیگه ترکیب متناسبی داشته باشن. بچه‌ها من برای اینکه این توره رو مرتب بدوزم اون قسمت لبه های انتهای چین رو از اولش دوخت زدم که اون لبه های بیرونی هم مرتب دوخت بخوره. اینجا هم نتیجه کارو با هم میبینیم. اینم چینای پایین لباسم و اینم تورکتونی که دوخته شده بهش. خب اینم نتیجه کار، شامیز دوخته شده. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. بچه اگه سوالی داشته باشین من خوشحال میشم که بپرسید. اگه در خصوصش ویدئویی داشته باشم حتما معرفی میکنم و اگرم نداشته باشم حتما یه ویدئو آموزشی تهیه میکنم. فعلا خداحافظ.